دوستان عزیز، تشکر فراوان داریم از حامیان برنامه تبسم عید، آموزشگاه براید ویژن، شفاخانه تخصصی سنا کوثر و همچنان فضای بسیار آرام بخش KFC ایلینا، رستورانتی که در این روزا قوقا به پا کرده. من تقاضا میکنم از همکارای خوب ما که برای مهمان عزیز ما، دوست داشتنی ما، یک نوشیدنی بسیار خوشمزه بیارن تا نظر ایشان داشته باشیم. دوستان مهمانی داریم که خیلی روک قرار با ما صحبت بکنه و خیلی آدم روک و پسکنده ایه و من هم خیلی واقعا تلاش میکنم استرس کم کنم از خود تا بتونم با ایشان صحبتای گرم و صمیمانه داشته باشم. شخصیتی که همه شما همه خو بیشتر کمی فراتر از همه با ایشان آشنا هستین و با طنزهایشان، با نمایشهایشان، با کاراکترشان و انشاءالله که از شما کرده اطفال عزیز شما خیلی ایشان دوست دارن و خاطر تبلیغاتی که در اکثریت تلویزیون ها و رسانه ها دارن. جناب آقای نعیم جان عزیز که مشهور به گیلک هستن و همکار خوبشان عباس جان عزیز در کنار ما هستن. اول قبل از اینکه بعضی جان پذیرایی بکنم، دوست دارم که با همون الفاظ شیرین هیرتی مقبول برای ما و شما پیام تبریکی داشته باشن. خیلی خوش آمدین، سلام تقدیم شما، عید قربان شما مبارک باشه. قربان شما جناب محترم استاد وحیدی صاحب. خواهش میکنم. ما عرض سلام احترام دارم به خدمت بینندای عزیز خوب تلویزیون جهانی دنیای نو، برنامه تبسم عید. بازم عید سعید قربان به تمام همشهریای عزیز به هر کشور که زندگی میکنم جور و سعادتمند باشم، لباس عافیت در تن داشته باشم. عید تبریک میگیم برای اینا. خدا کنه که تمام روزا و سالهای اینا عید باشه برای همه افغانهای عزیز ما. الهی آمین، الهی آمین. همکار گل خود معرفی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تلویزیون جهانی دنیای نو. عید قربان تبریک میگویم. انشالله یک عید خوب و خوش داشته باشین. یک سلامی هم دارم خدمت استاد محترم. در خدمت شما هستم. سلامت باشین. نعیم جان عزیز در اکثریت نمایشنامه ها خو خیلی دوستا خو کتک میزنه، از شما ناراحت نمیشن؟ با خدا برار ما به می رقم کلون شدم. به می رقم یعنی هر کی چم دست شما بوده خدا واسه مستفید شده. گردن من مشاکی تو رو بودم. در نمایش جای بوده خود خوربه زدم سر رو خوب. بسیار به خاطر کمی سید احمد جان رفیق مال جای خالی خدا حفظ کنه. 2 ساعت و 3 ساعت ما دیالوگ بریو میدادیم. انا برادر که شما داریم این نمیتونست این دیالوگ به جلو تصویر بگه. انا آخر شروع میکردیم. یک روز متعرف استاد چه کار برام که شما براش پلغاز گرفته و فضای عامم که خودزنی کنیم بیخی خود یک نمایش دیگه. پشت صحنه هم میگیرین از کلیپ ها خو که اونا رو آرشیو کنین یا جای پخش کنین پشت صحنه ها؟ بله یا تمام ما تقریبا یا شاید 6 سال بشه، بیشتر میشه و کمتر نمیشه. همکارم در 2 بخش تلویزیون دنیای نو، یکی برنامه دیدار و باند گیلک. از برنامه دیدار که ما نمیتونیم پشت صحنه بگیریم چون صحبت ها مردم نداره پشت صحنه. از برنامه ها، از فیلم هایی که ما ثبت میکنیم چرا اینا رو همه جمع آوری میکنیم، شاید به عید پخش کنیم امشب، شاید روز دیگه، شاید به وقت برنامه ما پخش بشه 1-4-5 دقیقه از اینا. ها مدام است. چند کاراکتر از نعیم جان عزیز تقاضا دارم که بداهه در آن واحد اجرا کنن، ببینم آماده هستن یا نه. هر کدام برای چند ثانیه. فکر کنین خبر وفات خیلی شخص نزدیکی رو به شما دادن، همون صحنه چی واکنشی دارین؟ خدا ترازر نیاره انشاءالله که هیچ وقت خبر بعد به شما نیارن. داخل نمایشین دارین نمایش کار میکنین، اخندیده قش میکنم. خبر فوت عزیز شما رو بیارم قش میکنین خنده. ما به نقش خود نمیفهمم برو. نه خب شما طرف مقابل شما میایه به شما میگه فلانی فوت کرده. با خاکی که فوت خیلی به شما عزیزه. خب نه ما به نقشه که کار میکنم اصلا سرم در نمیاد که ما چی بگم.
یک روز ما فیلم داشتیم، نمایش داشتیم، همین بچه خاله ما بفتادید به جوی افتاده بود، این فوت شده بود، اویل بکشته بود. من خبر کردم برفتیم به صلاح جنازه، اونا اونجا گریه میکنن، ما به تاثیر یالو میخوردم. خدا بیامدم رفیق مسیلمه گفت اگه جنازه اینجا بیا چرتا گریه بکن، گفتم خود نمیای گریه به زور میشه. یعنی کاراکتر گریه هیچ وقت اجرا نکردی؟ گریه بکردم، گریه که به فایده ما باشه. گریه که به فایده شما باشه. مثل رئیس سایبال اینجا شیشته هم اگه گریه کنم شاید پنسری به ما بدم میدی. گپ بسیار خوب. خدای پاک نشون ندید روزا از دوستا رفقا، خب چرا آدم مایوس میشه دیگه. بعد برنامه رو ختم کنیم اونجا دیگه اگر نقش چیزی داشته باشیم بعد کلا کنسل کنیم، جمع کنیم، بریم به دنبال مو واقعی که پیش شده، بعد غمشیرکی کنیم و همکاری کنیم. یعنی قرار باید داشته باشیم، نمیشه که پس شروع کنیم به سب کردن. بسیار عالی. منظور به بود که داخل خود نمایش اگر برای شما خبر بعدی بدن، حالت شما چی قسمه در مقابل اون نفر؟ رستکی نباشه، داخل نمایشیم شما. خب بگفتم فرق نمیکنه. ما کار انجام دیم، گریه میکنیم، حالت گریه شما مثلا چی قسمه؟ یک گریه مقبولی داریم در نمایش ها، بسیار دوستا رو میبینن شما گریه میکنین، من چرا اونا خنده میکنن به گریه شما؟ شما یک چیزی بگم شاید باور شما نشه، همین تا کمر ما پینک ما بسته نباشه نفهم که مو برنامه ما کارگردانی میکنم، حساب میکنیم ما چون چرا من نمیایم درسته. اصول یک بازیگره گاهی وقت بله اصلا هیچی نمیآیه که ما بگم که همینجوری مو حرکات داشته یا بخندیم یا بگریم، باید آماده باشیم، مو عرقچین بسته باشه و کمر بسته باشه. و واقعیت من به شما بگم وقتی که من کار میکنم همین تا با احساس کار میکنم واقعی. من همین 3-4 روز پیش با 4 فصل ما از این برادرها بیامدم، من که خود اینا خوش آمد کردم، یک بار با من گفتن تو خیلی آدم هوشیاری بودی که خدا گفتم برای اشتباه فهمیدیم شما با خدا خیلی آدم هوشیار با فرهنگی بودی تو. میگم گفتم صحیح دیگه و فهمیدین چون اینجا من حقیقت همه چیز چون به می شکل که من کار کردم یاد تعریف نشه، امی نفوسی که علاقمند به منم بدیدم که همه چیزا رو رستی رو واقعیت هایی که فعلا به می افغانستان پیش میاد، حقایق داستان‌های زندگی هست. نبوده که ما مثلا نقش خود کار کنم اینجا با احساس، اینجا به احساس، اینجا به تفاوت، درست، اینجا با تفاوت باشیم. میته نبوده، فقط یک روال بده، یک رقم بده، یک شکل. اگر تراژدی بده و اگر کمدی بده، هر چی بده ما به شکل کار کرده. بسیار عالی. خب سایل جان عزیز، تا حال شده که نعیم جان در یک نمایش آنقدر شما رو مثلا بخکلگی بزنه و اینا، شما یلدیم بریم بگیم من بیزار نمایشم؟ از بخکلگی و لط که بگین از ما هر روز لطه، هر روز ما بخکلگی هسته. بله. پس یعنی به یک شکل عادت کردی؟ عادی شده با ما. برای شما خوشاینده یا ایت سخت تیر میشه؟ دیگه باید خوشایند باشه چون نمایشه دیگه، نقشه. یعنی جدی نیه؟ جدی نه دیگه، جدی کلات نمیزنه. گاگای جدی هم میشه دیگه، به کار میشه گاهی وقت. من میگم تا اینکه خود خور بزنیم خو همکار خورن گاهی وقت جدی میزنیم. یادم که هستم فیلموردار ما هم ادیتوره که تمام بدون از برنامه تلویزیون 8 برنامه به ما به دوشمانه که از تلویزیون به تلویزیون باید ثبت کنیم، بدون از هم تقریبا 60 تا برنامه یوتیوب داره که مسئولیت و ادیت و فیلمورداری حتی بازیگری هم به دوش از آدم. بسیار که سر مشکلات هست دیگه. باز اگه دیگه چیز گاهی وقتی چره میتا پیش برنامه برفتیم از صبح تا شام سر کنیم سعی میکنیم 6 تا 7 تا برنامه سر کنیم سعی کنیم ایش کدوم خدا رکورد نشده بوده یا رکورد بشده صدا نداشته، میک خاموش بوده، میک خرابه که امام یعنی مگارم یک دمی برچرخه ایبا گاهی بشده حساب خراب بشه. خب پذیرایی کنیم نظر خورم بدیم که رستوران KFC الینا این طعم لیموناتی که جور کرده چی کیفیت داره؟ میره بینیم. خوب باشه. اینا خانال به شرط اینا رو من میخورم که از من خواهش نکنین که ایدی بخون یا چاربیتی بخون،
ما هم اگه توقع داریم درسته. پس اول بریم ما به به رقم بوی و گفته به هر چمن که رسیدی گل بچین و برم به پای گل منشین که عاقبت خار گرده وطن داریم گل عید مبارک خوشی و دید و با دید مبارک خوشی و دید و با دید مبارک وطن داریم گل میدید مبارک خوشی و دید و با دید مبارک خوشی و دید و با دید مبارک رباب بدگه بخی پشت سانی ما تحریک کردیم. سعی کنیم هر چیزی همون خوبی هایی که داره همون بوی خورم داره. درسته؟ 100% بشنیدیم. بله. بوی اینا معلومه گرچه ما از اینا هم داریم که معلوم میشه که تبلیغات خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه. میشه که اینا رو یک تستی بکنی. خب یخ چیکار کنم بخورم؟ نوش جان شما. راحت باشین همزه سه است خیلی راحت باشین شما. بله شما اول نظر خور بدین ببینم. اینا به شما ناوردم. خیلی چیزا خوبه. این یخ گلابی نیه. چرا اینا خود اینا گرمه؟ نه خوبه مثل که همال اگه انداختم خاطر زیل از اینا گرمه اون تا یخ فکر کنم پلاستیکیه. خب یخ پلاستیکی ها. لیمونانا بسیار چیزا خوش طعم خوبی داره. خب نوش جان شما. باید تشکری کنیم از اینا. از کی؟ از امی چی میگم اسم دی؟ KFC الینا. کی؟ KFC الینا. KFC الینا. بله الینا. ما یک نصیحت برادری میکنم اگه مدیر مسئول می KFC الینا می جگای هم اسم عوض کنم. اسم خوبیه دیگه. خب اسم خوبی به زبون من نمیگرده. مثل میوارشی بدلی. خیلی متفاوت اسمیه. راست میگی. خوب صحیحه. خب یک تشکری میشه داشته باشه. تشکری میکنیم از رستوران KFC الینا. بسیار عالی. خیلی خوب. یاد گرفتم. ما هم تشکری میکنیم از نعیم جان عزیز و عباس جان احمدزی همکارشان. یک نمایش بسیار مقبولی هم از تیمشان بیننده خواهیم بود ان شاء الله. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. تشکر از این لبخندها و این رک بودن و این دل ساده و پاک جناب آقای نعیم جان عزیز و همکارانشان و همه عزیزایی که در این شهر کمدین هستن و تئاتر اجرا میکنن. بیننده نمایشنامه باشین و با ما همراه باشین. یاره مکو سوره رمز این کار برای خونه فهمیده که ما اشته کار میکنه خودمه برار منه خودی هم به یک سرای ولی تبدیل ما کار نمیکنه. ما که دست از این رنج شدم رنج من نمیفهم چه کار کنم آخر ما خدا این برار ما چه کار میشه تو باشید پیدا کنم. من صبح بزی گفتم برو خرمان جنگ و کلاک زودتر کندش که هوا گرم میشه به حرف گفتم اصلا نیه گپام به گوش از این تا نمیره. ای شب ای دست ای جانان ای من دلا رامی شده مانند زندان خانه من ای جان من ای به دستی خوبم ایدی روان کن الله تسلا شد دلی دیوانه من ای داد و بیداد خدا از ما گریف با دیگره
با تو برق گیره با تو برق گیره tak به قیافت سعی میکنه خیال میکنه تو سیل آورده تو خدای گردباد آورده ایت با تو بگم زنده بشی برای زیتی گپ نگرد نانه من گفتک تو برای اذیتی گپ نگرد من صبح تو به کجا رای کردم کچره هموق زمان بگو که تو صبح به کجا رای کردم به کجا رای کردی گفته برو خرمان جمع کن دستا جمع کن چون زمینا شیلی میکاره جمع کردی کی همه من جمع کردی میگم کی زمینا خرمانار میگن جمع کردی نه تو یک از ما بپرس کچره جمع نکردی چرا جمع نکردی اول که میفهمی چیه لیلا نوزباد ما گفت که برو گیلک جو چیز مثل اید پارسال نشه اید امیدی روزه که تو برفتی بیامد اینجا دستمال تو خیلی بیدک هیچی به من نوردی من گفتم خوبه چشم میارم انال من گفتم که سازی پی پول بده بفهمیدی که من میرم من نوزباد خو لیلا شیرینی میخرم دیگه گوشفیل میخرم امی خرتپرت آتش خاله چیزی میخرم گیلا اهم اگه پا تو یک طرف همی گپه که با ما گفتی 3000 پول بده یک طرف کچاره من حالا به تو یک چیزی میگم بگو هم 3000 پول به قیافه و تو هم نوزا کلا پخ تو میخوره ایت با ما بگو 3000 پول به قیافه تو میخوره که تو دو تا نوزباد داشته بشی زن داشته بشی یاره گیلا 3 سال و 6 ماه مش عروسی کردی چرا به قیافه نوزباد ما نمیخوره یاره گیلا من اشتباه کردم که تو زن دادم برا رو خور بگردم تو راد می لیلا رو گرفتی آخر دیگر مردم نوزاد داره یلا کو راد لیلا یک دمی پول بده به شفاخانه برم یک دمی پول بده ایدی میبرم یک دم رمزونی برم چی گپه خب نه نوزباد منه دیگه من چی برم من خب نوزباد تو 3000 پول نمایه 3000 پول مایه نمایه مردم لکم میره به نوزباد خب پول میبره ایدی میخره پولم به پیشی به کیسی و بدم خدای یک روز یک 10000 درآمد داری که به فرغون به مازدا می ببری برای ایدی ببری کچره برا رو خور بگردم اولا که ایدی نبر ما آدم غریبی موشا خوریم همه گوشنگی لورس میره خب مدام موشا خوریم گوشنگی لورس میره خود تو 3000 پول به نوزاد تو ایدی میبری کچره نمیبرم برا جوسه که تو اولا که ایدی نبر دخترم سایما میگه سیلی میکنم تا که شادوماد گل که مباتی هم تا که میگه به سرا میای اول دختر خالی ما سر کلکین جگ میکنه زبدگک که گیلک دیونه چی آورد گیله جو تو که بیخکل ایدی میبری بیا برا خود 200 بیا 100 بست برو کامینو خود بست کم از می کشمشو پلوی بست خودی قطی که بور که رنج گل شه 200 نمای ما پسته و بادام به قیافه ما میخوره 200 ریپر نیم کیلو لنگ مرغ مرده میدم 200 به تو یک گونی کشمش نخود میدم که برده نتونی با تو پیشکش تو مونده آخی تو آدم نمزاد داری سوار از عروسی می آخی 60000 پیشکش من 7000 کو دادم مصرفات به تو کس دختر خور نمیداد این مامان روزن که دختر خور به تو داده دختر بیبی بود به خونه مونده بود که به تو داد 60000 پیشکش تو نمو 3000 بنده ولی پیشکش کمتر بمون آخی خلاص شه بخیر عروسی تو خلاص شه ما پول ما که برو من از بعد خشینی نمیبره تو آله دیگه من خودی از این برو به جنجال افتادم هر چی بگون جمع کی میگه یی بعد 2900 بده خدا اشتیاط صافه اشتیاط صافه گیلا اعصاب مزی بیشتر خراب نکن خرمانم اینجا پرتو 200 به تو پول میدم برو کم از میکش میشه چکار نشه چکار اعصاب چی اعصاب مزی بیشتر خراب نشه خب مرغم اعصاب داره این احترام تونه به برار تو درسته بده لیلا معطله ابی عقلی خصوصی سنتی کاج نمیدی با ما تک پا میزنی خوبه هر چه باشم خودی تو شیر خوردم بگی برو بگی که چندیه من مسخره تو شیطون مسخره چه نیاد دیگه بعد بابا 100 پول بده به دست خوب بگرفتی دیگه مردم ای به نوزباد متانه میدم گلا اگه اعصاب ما خراب شه میرم خود نمزاد تان گپ میزنم خودی خسور تان گپ میزنم بگی دیگه برو به هر فکر خودی من 2000 بده برو گله جو برو 2000 بده زودتر بیا برو بابا 2000 بده کیسات همه پول بده 2000 خوی کیسامو که همه پول خود لاف کنم اینا بدم به خسور تو که پیشکش تو کم تر بمونه چی بده میگم بالا این شیرینی ها میرم حساب کن بده تو بله انا میرم به نمزاد تو ایدی میستونم قراره که دیگه میارم با تو ببرک صحیحه تو چاره تو دل جمع باش همه چیز ما میستونم ارزکی ها میستونم دستمال من که پوست خود پاک میکنه اون پر میکنی هر چی که بگی پر میکنم تو دیگه چی می تو 70 میوه من یک روز اول میفهمیدم گردن اول باشه که تو دست دختر مون روز میگرفتی بیا از طال دست حالا که از بیعقلی من دیگه خیره باشه بشو نمیگذارم دست نگرفتم خوب کاری میکنم گردن اول باشه میگم برو که بگی بریم جلوشو بیا چی بیا بریم کجا بریم بیا بریم من میسترم میرم به خونه به دست تو برو نوزاد خوب برو خیر بینی برو معطل بعد زنکاب سیکو ما مردم که میفهمیم یک رسمی دارن که اگه یک چیزی به سلام مرتکن نیاری به نوزباد خود نیاری خوب
این بسیار چینگ خوبسته میکنه، از این سر به زی سر، از این سر به زی سر. امیتنه حالا کم تو لیلا نمزاد تو گپ داده بفهمیدی سر تو شیره میده که برو می دی بیار. تو میگفتی بریو که به 3000 پول از کجا بیارم؟ میگم من دخترو خالی متانه میدم. به این شرط یک ریال پول بزیر 70 من خاکه. راست میگی. برن جلوشو بیا. زنده بشی. بله. بخرید اگه. در این دنیا که پایانش به مرگ است، برای هم اگر مردیم قشنگ است. به شانه بار هم بردیم قشنگ است، غم یکدیگر خوردیم قشنگ است. سپاسگزار همه شما هستیم. امشب بیننده برنامه تبسم عید بودین. فردا شب رأس ساعت 9 قسمت دوم این برنامه تقدیم شما خواهد شد با مهمانان عزیز دیگری، با نمایشنامه‌های بسیار جالب و پرمحتوای سرگرم و مهیج برای همه شما عزیزان دل. امشب در همینجا کتابچه تبسم عید در میبندیم و فردا شب رأس ساعت 9 این کتابچه با قسمت دوم آغاز خواهد شد. امیدوار هستم ان شاء الله عزیزانی که امشب بیننده ما نبودین فردا شب حتما با ما همراه باشین. از رسانه جهانی دنیای نو همچنان سپاسگزار هستم. تشکر میکنم از شفاخانه تخصصی سنا کوثر، کادر رهبری و دکتران متخصص و مجربشان و همچنان آموزشگاه برایت ویژن که جدیداً به فعالیت آغاز کرده و همراه همه ما و شما خواهد بود و همچنان از KFC النا. انشاءالله با ما همراه باشین. فردا شب منتظر دیدار ناز شما هست.